کرد آخ اول عظما با اون آشنا کرد اول عظما با اون آشنا کرد های نمیدونم چه سر بود این حکایت های که از اول چنین تدبیر ما کرد های چرا غم میخوری از بر مردن مگه اونایی که غم خوردن نمردن مگه اونایی که غم خوردن نمردن های به قبرستون گذر کرد و سبا بسته دیگه تو هم ولت بکنن همینجوری تا آخر برنامه میخواد اینجا ناله بکنی اینطوری که عالم و آدم میفهمن که عظما بدبخت شده که یعنی الان نفهمیدن که نظام چپ و چلو و یه وری شده فهمیده باشن تو که دیگه نباید بگی مرحوم بابوی همیشه میفهموندن به زنبهادو عرض میکردم بله میفهموندن تو باغ وحش بچه میمونه رو به مادرش نشون داد گفت چقدر شبیه آقا هست فکر کنم یکی از روحانیون نظام اونجا بوده مادره گفتش که بچه نگو میفهمه ناراحت میشه بچه گفت آقاه مادره گفت نه میمونه امسال سال بدبختی عظماست اول اون بدبختی بزرگ بود که اسمشو نمیارم که بهم بگی ضربه دشمنای برانداز نظامو به پوز مقام عظما آنتنی کردی آی دکتر خوب شد تازه اسمشو نیاوردی اینجوری بدبختی دوم رفتن اوباما بود بدبختی سوم خنجر روسا تو پهلوی نظام تو جبهه سوریه بود بدبختی چهارم مردن حاجی رفسنجانی تو اینی بابا چه خبره تو همینجوری بدبختی ها رو لومیدی ظاهر رو حفظ کن مرحوم بابوی همیشه میفهمودن به زنبهادو عرض میکردم بله میفهمودن تو سختی ها همیشه دیگه زود پس الگوت باشه از پایین داره میسوزه ولی خودشو بیخیال نشون میده و سود میزنه برای خودش آره دکتر از همین ظاهر رعایت کردناست میخوریم من یه جای شنیده بودم که وقتی داری بازی رو میبازی لبخند بزن که حریف به برد خودش شک کنه با بابام داشتم بازی میکردم داشت منو میبرد بهش خندیدم اونم گفت به من میخندی نامد یه فصل کتک به من زد جاتون خالی هم بازی رو باختم هم کتک رو خوردم چه ظاهری حفظ کنم دیگه حاجی صدیقی هم نامه داده گفته احساس میکنم اوضاع خیلی ناجور شده خسته نباشه با این احساس کردن به موقع تازه احساس کرده ناجور شده دکی الان یه دومنی که از خیلی وقت پیش ورقلوبیده بود پکیده تو صورت بود مرحوم بابوی همیشه میفهمودن به زنبهادو عرض میکردم بله میفهمودن که مشنگه به دکتر گفت همش احساس میکنم که گاو شدم دکتره گفت از کی همچی احساسی داری طرف گفتش که والا از همون موقعی که گوساله بودم روشن شد یا همچی بذارم که احساساتم حیوانی بشه وسط جنگ و دعوای دو قوه نیمکت نشینی تو سوریه رفتن اوباما حالا حاجی رفسنجانی مرده فکر میکنم خیلی بد موقع مردن ایشون مردن بد موقع تمام دم و دستگاه رو میریزه به هم مرحوم بابوی همیشه میفهمودن به زنبهادو عرض میکردم بله میفهمودن که بابای به پسرش گفت برو برام دوا درمون بگیر پسر رفت داروخونه برگشت دید بابای مرده گفت تا مسخره کردی برو با این مردنت روشن شد یا همچین بذارم کتاب بری برای عظما دنبال دارو آیه دکتر به نظر میاد که مقام عظما تبعات مهلک مرگ حاج آقا رفسنجانی رو درست نفهمیده چطور؟ چون زیاد جزا و فضل نکرد خودشون زدن به اون راه به کوچه علی چپ انگار که مثلا گرمه حالیش نیست که کج شدن و یه وری شدن نظام یعنی چی مرحوم بابوی همیشه میفهمودن به زنبهادو عرض میکردم بله میفهمدن یارو کیسه برده بود کشتار از صحنه جنگ جمع میکرد یکی که داشت میکرد تو کیسه گفت داشت من نمردم اشتباه گرفتی اینم گفت مردی گرمی حالیت نیست بیباره تو کیسه خودت لوس نکن دکتر یعنی نظام ضربه مهلک خورده چطوریه که مقام عظما و حاجی رفسنجانی هرچی از دهنشون در میومد به هم میگفتن ولی حالا که اون رفته میفهمیم که اوضاع نظام پتال شده همینه دیگه خیلی وقتا مجبوری با یکی باشی که میخوای سر به تنش نباشه حکایت عظما حیوانکیه
مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن باهاتو عرض میکردم بله میفرمودن که به هندیه گفتن موقع غذا خوردن همیشه بگو بسم الله که شیطون هم غذات نشه طرف هم زیر بار نمیرفت بعد از یک هفته شیطون اومد التماس کنان گفت تو رو جدت این بسم الله رو بگو از بس غذای تند خوردم تمام دهنم تاول زده. آیه دکتر در اواخر برنامه یه سوال میکنم که از این فضای درب و داغونم بیان بیرون. سوال که سهله رقص بندری هم اینجا برداری بکنی فضای درب و داغون رفتنی نیست. شما که میگین تو سوریه عظما نیمکت نشین شده منظورتون چیه آیه دکتر؟ من منظور بدی ندارم ولی کار بد یکی دیگه با عظما بدبخت کرده. یه چی میخوام بگم که بعد از این همه تلفات و خسارت و خرج و بدبختی تو سوریه یکی دیگه زد و برد و قرارداد امضا کرد و قطعنامه برد و عظما و بشار همینجوری تو خماری گذاشت. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن به زبان عرض میکردم بله میفهمودن که طرف به رفیقش گفتش که گوشی اپل منو ببین رفیقه گفت به به چه گوشی قشنگی پولش چطوری جور کردی گفت تو مسابقه 2 برنده شدم رفیقش گفت باریکلا چند تا دونده شرکت کرده بودن طرف گفتش که 3 نفر بودن من و صاحب گوشی و پلیس. روشن شد یا همچین بزنم که تو هم نیمکت نشین بشی وسط. آی به قبر سومون گذر کردم سبایی های شنیدم نالم افغان و آیی های پزشک استراتژی گفتم که عظما بند هستی تا بکایی داد بیدام داد